یک نفر ساکن 35 ساله جماعت دهات زردباری شهر کلوب در زمینه مناقشه اویلوی در باغ فرهنگی و فراغتی به نام سیدعلی ولیزاده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده همسر خود را با کورد 11 مرتبه زخمی کرده است. جبردیده با برداشتن جراحت سخت جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. گزارش نوبتی در این خصوص. ناسازگاری مناقشه های پی در پی اویلوی باعث گشت که میرزایف جیانخان سالی تولدش 1984 ساکنی جماعت ضربدار شهر کلاب با مقصدی از حیات محروم ساختن همسرش اقلیم ماهی شریف خان را با ضرب 11 کارد زخمی نموده و از جای حادثه فرار نماید. در رفتی بردن چاره های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا گمانبر در یک مدتی کوتاه دستگیر گردید و به گناه خود به پرگی اقرار گشت. وقتی دعوت کرد بابا نرفتم بعد اومده و خوب قضیه بود. حیات انسان داخل ناپذیر است و کسی حقوق محروم ساختن کسی را از این نعمتی بی بهانه دارد. تفتیش قضیه مذکور با آغاز نمودن پرونده جنایتی از جانب پروکراتور شهر کلاب به راه مانده شده گمانبر شده میرزایف جیانخان در حبس پیشکی قرار دارد.